بریم سراغ یه غذای پنیری خوشمزه، پای چوپان. عجب چیزیه. 5 تا سیب زمینی رو با آب بذار بپزه، کره، یه قاشق آرد گندم و یه لیوان شیر با هم مخلوط کن، فلفل سیاه و نمک شبیه فرنی شد بذار کنار، یه پیاز و نگینی برش بزن، فلفل دلمه‌ای، 7-8 تا قارچ، پیاز رو تفت بده، زردچوبه اضافه کن، 300 گرم گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه‌ای رو اضافه کن، رب گوجه، فلفل سیاه و نمک، فلفل قرمز و آویشن. آخرم قارچ رو اضافه کن، چند دقیقه بمونه تا آماده بشه. سیب زمینی ها رو له کن، به شیر اضافه کن، فلفل سیاه و نمک و آویشن. به اندازه دلخواه وردار، از سس بریز، گوشت چرخ کرده و قارچ، پنیر پیتزا، دوباره از سس. حالا سیب زمینی ها رو بذار، دوباره پنیر پیتزا بریز، آب بپاش، گوجه گیلاسی بذار، دمای 180 درجه نیم ساعت بذار تو فر.